فرسوده و فگار با کوله باری از تجربیات خویشتن برنگزید. از خود بی خود آتشناک لمس جاودان می‌بینم. تمنای بساویدنش را دارم. گداویز پرسش هستی خودم که چرا. آقا برای انجام حکم فقط 1 ساعت وقت داری. هوای پرواز دارم، لیک با این بادهای بسته من در ریگ روان پرسش ها تعلق می‌زنم. هنگام جستار تسکین میان رنج بی فرجام توده، خویشتن در پی جاری سازی ریش بود. در پرسش برهان این زیبش مسکین که راه رهایی از زنجیر چیست؟ راه بست و گشایش همبستگی میان ما چیست؟ آیا هنگام درنگی در روتین ها نرسیده؟ آیا هنگامه گسیختن آشکوب ها نرسیده که خویشتن و وی پنجه گرد کنیم و پنجه به سوی سپهر آوریم و داد از دادوری زنیم، آنچه سزاوار مات را باز پس گیریم؟ نه، هنوز وقت باز مانده. نکنون سهش جگرخراشی مرا میآزارد، زآنچه که بود و توانست باشد. نغمه آوای میرایی همین نیوشیده شود و من اینجا در بند همچون در پرسشم که آیا کردار این تن بی برایند خواهد ماند؟ آیا زیبش خویش را تلف کرده‌ام؟ و کنون که مرگ به آستان من ایستاده، چشم انداز من هویدا می شود. آری، ما برخواهیم